الله برای ملت برای وطن ان شاء الله جون الله برای ملت برای وطن ان شاء الله جون همش همین کاری که همین مولا همه حواس تا بخره اسد تا ما مسلمان اگر 40% خودمون مقصد معرفی کنیم لیکن 60% دیگه دولت رستورات نکنیم. اوه ما مسلمانیم. اول توجیک میگن بعد اردو میگن. ما مسلمان. جمعی تاجیکستان برچمی تاجیکستان خیزوندی هم مردم در همه جای باور که بروی تاجیکستان و بروی وطن شدن ملت شد باور کیف کردن همین. ما مسلمانیم. ما مسلمانیم. ما مسلمانیم. ما مسلمانیم. طاغوت در برابر ما امروز بزرگ جلوه می کند چون محبت و عظمت و بزرگی الله در قلب پایین نشده. الله اکبر در نماز یعنی چی؟ الله اکبری که در تو انقلاب نیارد، الله اکبری که تو را متحول نکند، الله اکبری که عظمت و بزرگی دیگران را از قلب تو دور نکند و در جایش عظمت و بزرگی الله را پایین نکند. ای الله اکبر گفتن تو معنا نداره برادر مسلمان. پس جهل خیلی خطرناک است. بدترین و بزرگترین مصیبت است برای امت اسلامی. یک تعداد مردم را من نمیفهمم، شاید هم نظر لطفی الله از اینا برگشتد، سنت ماندن در بدعت ها آغشته است. تو چه ضرر و چه بدی از دین دیده ای و از سنت پیامبر دیده ای که دنبال بدعت ها روان هستی؟ این دوری دو قسم است. یک دوری است که انسان در پرتگاه سقوط قرار میدهد و او را در دایره کفر داخل میکند و او را مستحق جهنم به طور دائمی و تا لا یتراهی زمان میسازد. در بعض موارد جهل عذر است، در بعض موارد جهل عذر نیست. اما این را متوجه باشین، در جامعه اسلامی جهل عذر شده نمیتواند. که یک انسان مسلمان بگوید من در جامعه اسلامی زندگی میکردم، در شرک و در خرافات و در بدعات مبتلا بودم چون که نمیفهمیدم. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرة هم غافلون. امورات دنیوی را خوب میفهمیدی، فایده و تاوان دنیوی را خوب میفهمیدی، چی فایده داره چی تاوان داره را خوب میفهمیدی. وقتی که موضوع مسئله دین و عقیده و باور است، با در اینجا تو جهل را پیش میکنی. جهل تو عذر نیست. بزرگترین جهلی است که انسان ربش نشناسد، خالقش نشناسد، صفات خالقش نشناسد و متوجه نباشد. پس هر انسان مسلمان باید را درک بکند. ضد جهل علم است. انما یخشى الله من عباده العلماء. عالم کی هست؟ عالم به مدارک تحصیلی نیست که هر کسی که شیخ القرآن و الحدیث شد و عالم است، هر کسی که پروفسور شد و عالم است، هر کسی که مولوی و ملا شد و عالم است، هر کسی که پی‌اچ‌دی و دکترا و ماستری گرفت و عالم است. نه، ما خیلی کسایی داریم که در اسلامیات پی‌اچ‌دی و ماستری داره مسلمان نیست، چه برسه به اینکه عالم باشد. اینا خوب متوجه باشین. خیلی از کسایی که در اسلام، در ثقافت اسلامی، در مضامین اسلامی دکترا و ماستری دارن مسلمان نیستن. دنبال مدارک نباشین. هر کسی که از ربش ترسید اون عالم است، ربش شناخت. الصفاويين هبوا وقوموا يا الانصار.